معجزه است که او در چنین حالت قرار داشته هنوز هم زنده است. بیمار و بیمارخانه در حالت سخت زخمدار بودن با خونروی درونی وارد گردید. او مورد شکنجه سنگین قرار گرفته است. 32 استخوان شکسته است. اما طوری که حالا میبینید این هیچ اهمیتی ندارد. بعضن که معجزه است و معجزه به عمل میآید. ما همه کاری از دستمان آمده را کردیم تا او را به حیات برگردانیم. اگر به نزدیکانش خبر دهید که هیچ امیدی ندارد، آنها احتمال به خبر درباره مرگش آماده می شوند. من یگانه شخصی نزدیکش هستم. تو به من قول داده بودی. من به قولم ایستادم. ما مهمتی را نکشتیم. من آخر چیزی کم خواهش میکنم. من اگر چیزی خواستم را به دست نآورم بسیار چیزها را میگیرم. حیاتت اکنون با آن محدود کرده خواهد شد که من میدهم، نه آنچه که تو میخواهی. اگر خواهی من به تو اجازت میدهم که به بیمارخانه روی و با مهمتی ملاقات کنی. باری آخرین پیش از مرگش. بی حیا. شما با خواهش خودتان پول خیر کردید. من از کجا میدونم که او از فکرش گشت؟ من اصرارانه پرسیدم که آیا باور دارد؟ شما گفتید که بله عزیزم. خودم هم حیران شدم. شما این را در اینجا نشسته عیناً در همین جا گفتید که تمام پلها به پولاد علیمدار تعلق دارد. مرا گوش کن. من برای این پلها را به تو نداده بودم. من پلها را اول به تو بعداً به پولاد باور کرده بودم. تو خیلی جرأت کرده پولهای مرا به رازیگی من به کی دادی؟ من میفهمانم. نمیدانم که با پولاد علیمدار چی مناسبت دارید، لیکن سر اول خودش آمد و بعدا این آدم ها را فرستاد. من چی کار هم کرده میتوانستم؟ با اینها هیچ کاری هم نمیکنی. این آدم ها تنها گرفته میتوانند، نه اینکه دادن. آنها کیستند؟ چچنها. حتی تصور کردن هم دشوار است که دامادت با که ها رابطه دارد. یک روز چچنها را میفرستد، روز دیگر آدمان ناشناس را و پیوسته می آیند تا اینکه بگیرند. مرا گوش کنی پلکچی. نه پولاد، نه چچنها و نه روسها را نمیشناسم. من تو را میشناسم. از صورت حسابی من پولها غیب زدن و من دیگر به تو باور ندارم. تو از من 680 میلیون دلار قرض داری. من تنها در پیش خدا قرض دارم و از هیچ کسی هیچ گونه قرض ندارم و نه چیزی از این بیشتر عزیزم. من با پولان گم میزنم، به شما زنگ میزنم جناب زیا، میبینم که چه خیلی مسئله مربوط به 680 میلیون لیر را حل کرده میتوانیم. لیر نه، دلار. پلکچی. خوب عزیزم، مگر من در یاد دارم حجت ها را دیدن لازم است. لیر و یا دلار چه فرق دارد؟ اگر در یک نوبت 680 میلیون دلار جمع آورده توانستیم، پس در مهلت‌های کوتاه‌ترین ما در اینجا آنقدر پول یافته میتوانیم تا اینکه تمام روسیه را بخریم. ما وعده داده‌ایم. من نمیگویم که رد کردن لازم است. تنها استواری را نگاه خواهیم داشت. چند هدف را انتخاب میکنیم، پول جمع میاریم و میرویم. آیا چنین وضع با پولاد علیمدار و جناب داغو پسند می آمده باشد؟ همه از هدف ها وابسته است. اگر دوست نباشند پس چرا نی؟ آن آدمانی که در اینجایند مهم نیستند جناب. مهم این هدف ماست. کسی هم شاید رفتار ما را نادرست حسابد، اما پولی که ما در اینجا جمع میاریم سرنوشت مردم را دیگر میکند. جناب، اگر یگان خواهشی دیگر نداشته باشید من میتوانم که بروم. تشکر.
حالا دلیمدار حتما به اینجا می آید. در رابطه با این چاره‌های ضروری بینید. جناب طور عمل خواهیم کرد تا او رو بکشیم. من ارج میگذارم تا که او زنده به دست ما رسد، اما اگر ضرور باید او را کشته میتوانید. نیمتی از کوچه. از آنجا که آنها شما را به چنین وضعیت رسانیده و به بیرون پرتافتند، من هم با آنها چنین خواهم کرد. من هم آنها را به درون لای خواهم پرتافت. تو باشی بحری آن خواهی زیست تا این را بدانی و در این باره بشنوی و آن را ببینی. پدر این چی معنا دارد؟ معنای ندارد. این رو چرا به من دادند و این کارو کی کرد؟ من از کجا میدونم صفیه؟ یگانه باشه. من میکوشم فهمیده گیرم، اما از آدمان ما کسی چیزی ندیده است. تنها تصویر او. هیچ کس نمیدونست که ما در آنجا میشویم. این اصلا تصادف نیست. کسی قصداً این رو فرستاده است. در آن چی نوشته شده بود صفیه؟ این آن چیزی است که آن را به دست آورده میتوانی. این آن چیزی است که تو آن را به دست آورده نمیتوانی. این چی معنا داشته باشد؟ به شما میگویم که جای تشویش نیست. سرم را سخت در گرفت. تنها بودن میخواهم. التماس. تو به ما گفتن نمیخوایی ها؟ رفتیم دخترم، رفتیم. میخوای که من بمانم؟ این چیزی است که به دست آوردن میتوانی. این آن چیزی است که به دست آوردن نمیتوانی. آنها انتظارند که ما به آنها حمله میکنیم. به عقلی کردن لازم نیست. اگه همین که امر دادیم ما با آنها حمله میکنیم. و تلفات چقدر خواهد بود؟ در جای میمتی بودن میخواهید یا مردن میخواهید؟ من شما را این خیل قربان کردن نمیخواهم. اکا میمتی در بیمارخانه است و معلوم نیست که حالش چی میشود. او آخر هنوز خیلی جوان است. من هم به سمع تو رسانیدن میخواهم ارهن. تو نیز حالا جوانی. اکا من آمادم که به جای او بمیرم. به من آدمانی لازمند که تا برای یکدیگر زندگی کنند، نه آنهایی که آمادن برای همدیگر بمیرند. اکا میدونی چی؟ من آماده هم که نه تنها برای هر کدام شما بمیرم، میتوانم که همه کار را برای شما اجرا کنم. حتی چشمم هم از این نمیپرد. آماده هم که لباس رقاصه رو بپوشم و برقصم، تنها به خاطر آن که اکا میمتی زنده ماند. این کار رو میکنم. این اگر کمی هم کمک رساند، اگر لازم باید دامن میپوشم
بحری عبدو، بحری میرزاد، برای خودمون. من بحری شما از همه چیز دست کشیدم اکا. دیگر چیزی برای رد کردن نیست. میرزاد، روی ملچه‌ات رو با من ده. اپا گریه نکن. مادرم چرا این طور کرد؟ او چه خیلی با مرد دیگر به شوهر میبراید؟ زیق نشو اپا، من با او صحبت میکنم. او به شوهر نمیبراید. تو نمیدونی بابایم این رو میخواهد. مادرم مجبور میشود که به شوهر براید. با بابایم هم گپ میزنم. اگر لازم آید میگویم که انتخاب کند، یا من و یا این توی. تو هنوز خیلی خرد هستی. با اکای پولاد زنگ زنیم. او نمیداند که ما در این جاییم. بله اکای پولاد، این منم سلوی. دخترم شما در کجایید؟ اکای پولاد، ما رو به خونه سلیم آوردند. اکای پولاد، مادرم رو به سلیم به شوهر میدهند. شما راه ندهید. چرا مادرم رو مجبور میکنند که به شوهر براید؟ میمتی مرد نسرین. چی خیلی؟ با شرافتی تو. من خیلی افسوس میخورم پولاد، خیلی. موردی احساساتت به شوهری نباید نقل میکنی. پولاد، پدرم مرا به دام افتاده. نمیخواستم که چنین شود. تنها به خاطر آن که با کودکان حادثه روی ندهد. مرا گوش کن نسرین. اگر فرزندانت نمی بودن تو برای من هیچ ارزشی نداشتی. من برای هیچ کسی ارزشی ندارم. مرا چون اشیا فروختند. آنها پگاه به اینجا می آیند تا ما امضا گذاریم. آنها نمیدانند که من پیراهن عروسی بلکه کفن می پوشم. فرزندانم را به تو باور می کنم. میدونی ایرین، وقتی که برای چنین جنایتی کلان به مثل کشتار داغ سودی میگیری، سود قسم جدا نشونده حیاتت میگردد. یعنی انا چی؟ فرض کردیم که تو سروری مافیا هستی و تو جنایت صادر کردی. تو مهلتت را گرفتی و بعدا پیش از مهلت آزاد شدی و تو مهلت به آخر نرسد، تو مجبور هستی که زیر نظارت زندگی کنی. خیر چی شده است؟ در این نقصان ها کدام هایند؟ سرورانی مافیا سردار دارند. تو تنها تصور بکن. فکر میکنی که صدها آدمان را اداره کرده میتوانی، اما از باعث این نظارت تو اصلا هیچ کاری هم کرده نمیتوانی. یعنی دولت را جنایتکار میحسابد، اما تو خودت را شاه این عالم میشماری. اپا به این گونه مسئله ها اهمیت نده. بین چی؟ در رابطه با قرارداد پیشینمون من شما رو به صفت جانشینم انتخاب کردم، اما اکنون وابسته به وضعیتی به عمل آمده من شما رو از وظیفه معاونی و دیگر وکالت‌ها آزاد میکنم. اکنون شما رو در مورد آن آگاه میسازم که شما حق ندارید از نام من یک عملی انجام دهید. آنها این کار رو هم کرده توانستند. ارهن، گریه را بس کن. چیزی خواستت را میگیری. من چی خواسته بودم اکا؟ تو، میرزاد، حسن، صادق آماده شوید. با عملیات اکا؟ با عملیاتی حیاتاً مهم، اما شما امکانیت کم دارید. آیا امکان پذیر است اکا؟ برای ما مشکل نیست اکا، شما آتشین میشوید، اما اگر مردن لازم باشد؟ مردن لازم نیست ارهن. به این تنها چنین آدمانی مثل تو و میرزاد قابلیت دارید.
ака мо шуморо кай шарманда кардем? شما به همه کار آماده اید؟ تو تنها بفرما ака. صبر کن میرزاد، تو با مثل زغور ماهی هستی، ما چی مگر در درون حوض هستیم؟ اکا شما آن چیزی رو که من هنگام عصبانی هم گفتم جدی قبول نکردید؟ همین طور نه؟ من در مورد رقص من آدمی جدیم ارهن. چی صفیه؟ پولاد باور دارم که با نسرین یگان حادثه روی داده است وگرنه از این وکالت و آزاد نمودن من چی لازم بود؟ او در این کار شرکت نکرده است. با او کردن این کار چی لازم؟ اگر با او حادثه روی داده باشد تو چی کار میکنی الیف؟ او را نجات میدهی؟ من خاموشانه نظارت کردنی نیستم. نه، تو خاموشانه نظارت خواهی کرد. با من بیا. ایستو دستم در کرد. از من نیست. بیا نگاه کن. این کارو کی کرد؟ تو همه کارو کردی. پولاد هر دفعه وقتی که من کوشش کردم که با تو صحبت کنم تو همون یک گپ را به من میگویی مافیا. انا بیگر مافیا را. من این مبارزه را تنها بهر آن میبردم که تو و نسرین به چنین وضع دچار نگردید، اما از باعث ابلهی ها و سرکشی های زنانتان شما همه را برباد دادید. نخزکک بف. اگه ساعتی 8 تیار شد. خوب شد است. شبی خوش.
بیعقل هنوز همه رو روس می حسابد. تو رو از خواب بیدار کردم؟ نه کمی خوابم برده است. در خانه چیزی برای خوردن هست؟ خیلی خسته شده بودم، هیچ چیز نپختم. آب بیمون، مکرون می جوشانم. کی باشد؟ مرحمت، تو کیستی؟ کیست آنجا؟ آبیدین تو تنها با این نگر؟ آکا در کیلومتر 60 کارهای ترمیمی جریان دارند. برای همین آنها از پهلو میگذرند. این کاملا عادی است. خدا را صد شکر. در یک لحظه من سخت ترسیدم، فکر کردم که آنها قرار دادن تا مالی ما رو بگیرند. آکا ما چاره‌های ضروری دیده ایم، باقی در دست خداست. این در اینجا چی دخل دارد آبیدین؟ آیا یگان کسی توانسته است که زیدی میکروب های در میان آدمان بوده چاره کافی اندشه؟ هر گونه گپ های ابلهانه نگوی، مرا آتشین نکن. شاید در ماشین چنین نظام رو نصب کردن لازم است تا اینکه هنگامی که به خانه میرویم هیچ چیز رو از دست ندهیم. آقا انا اینش میگریزد. خدا جزایشون رو بدهد. الله که 2 روز باز آرام خوابیدن نمیتوانم و او با کجا روان است؟ حاضر زنگ میزنم، تشویش نکش. اکا این راننده چی فکر در سر دارد؟ اون نه با آن راه روان است. تلفنش هم خاموش شده است. در اینجا انیق یگان گپی است. آبیدین ما اکنون چی کار میکنیم؟ از پسش میرویم. در همین جاست آبیدین؟ در همین جا که این چه جزا است؟ از باعث این لعنتی ها با این لای پای ماندن لازم شود میکروب. کمتر پیشتر بیرون. خانه را محاصره کنید آبیدین تا اینکه این پلید به هیچ کجای نگریزد. خانه را محاصره کنید. بلا زند، خدا جزایشان را دهد. لعنت به آنها پلیدها. آی با دست در رو تق زن. آیا با دزدان چنین با آدابانه ممکن است؟
در اینجا چیکار میکنی؟ اکای آبیدین این زنم است. پسرم شمال خورده است، خواستم خبر گیرم. آیا خانه در باغچه نیست لمبلر؟ تو چی با من بازی میکنی؟ اکا این زنی دویومم است. رفته دست جناب رو بوسه کن. آی خواهر لازم نیست. خداوند پاداش شما را بدهد. با شرافت شما ما یک پاره نان و یک کاسه شوربای گرم داریم. مایلش خواهرم، اشتهای توام. من این همه رو دوست نمیدارم. تو اگر در اینجا شب را روز میکنی و باری که تو میکشانی خراب گردد و یا اگر یگان حادثه غیر چشمداش روی دهد، برای این چقدر جواب خواهی؟ اکا من خطایی صادر کردم. تو کاملا حق هستی، لیکن وقتی گفتند که کودکم بیمار شده است. تو از 60 کیلومتر برگشته، این مگر نزدیک است؟ اکا به خدا افسوس میخورم. به من گفتند که شب رو روز کرده میتوانم، صبح رو هم را ادامه میدهم. مایلش خوب. تو رو از اویلات زن و فرزندت جدا نمیکنیم. آبیدین با یکی از راننده ها بگوی که ماشین بارکش رو بگیرد. این بگذار دیگر تکرار نشود. رفته دستی اما که تون جهت رو ببوس. بگو که این با عیبی تو روی داد. امک جان، پدرم رو بیکار نمانید. بی پدرم ما چیکار میکنیم؟ این همه با گناهی مادرم روی داد. من بیمار نیستم. او خواهش کرد که پدرم رو جیغ زنم. آبیدین خوب اکا، تو بیا آقا، اول بینی افشان. هی آفرینه. میکروفون کرونا ویروس. دخترم در کجا بودی؟ از صبح تو رو انتظارم. دندانت درد میکند. دندان کندی. فتیله گذار، آن رو از سیگار بگیر و گذار. آن خونردی رو باز میدارد. فکری نوشیدنی یگان چیزی گرم یا خنک رو نکن وگرنه حالت بد میشود. من صحبت کردن میخواستم. خب مایلش. صبح خیر. اگر دندانت درد کند پس دیگر کس کار کند. خیر خودت میدانی. گویا که ما مشکلی کم داریم.
تو باز ایلاوگی ها را ایجاد میکنی. من به این هم ناراحت هستم. بهترش خاموش باش وگرنه تو رو از اینجا بیرون میکنم. 16 ساعت گذشت هیچ زنگ زدن نمیتونم. تو چیزی خواستت رو گرفتی. حداقل یک چیزی باید نرسد. تنها یک دامن نمیرسد. مرا گوش کن. من کوتاه و بیرحم خواهم بود. ادب تو رو نغزکک میدهم. ما اکنون شرمنده میشویم. از باعث من مگر؟ این از باعث تو سر زد. آیا ندیدی که اکای پولو چی خیلی نگاه میکرد؟ همه کارا میکنیم اکا، همه رو تخت میکنیم. گپ نیست که گفتی در خاطر داری؟ به سمت چپ گرد. پس از این من به یگان جا برگشته نمیتوانم. باز چقدر راه ماند؟ تو بورس باز 5 ساعت راه است. صادق تو برا نگاه بکن. او تنها شوخی میکند. در اینجا قرار دادید که محمدانگی کنید. شما خودتون رو کی میحسابید؟ درباره کی میگویی؟ خدایا با من صبر بده. رسیدیم. ما همراهت رویم مکه. رفتیم. تو نیز در تیرپرانی شرکت بکن. من نمیروم. بگذار صادق پرمیز روم. من باشم افتی تیره دارم. نمیتوانم. بلا زند میرزاد. افتی من نرم است مگر. این مویلپ ها رو میبینی؟ اگر لازم آید برای این کار ماهی را خام میخوریم. راهی برگشت نیست. من این کار رو نمیتونم میرم. مرا ببخش. تو حق هستی. این سادگی، دهشت، خون، مینه سر است. ای پرمیز، جریان خون بعد چند ثانیه با مینه سرش میرسد؟ احتمال بعد 20 دقیقه. فکر میکنم که بعد 1 ساعت هم نمیرسد. بیرون برا. با من رفتیم. 6 تا بس است. رفتیم. این همه از باعث کیروه روی داد. به او تنها من لازمم جان پولاد. من تو را قدر میکنم و برای همین او این کارو کرد. کیروه از این کارش سخت پشیمان میشود. من او را فوراً نمیکشم. جان پولاد یک جوانی جسوره بود. کیروه او را محو کرد و به خاک زمین برابر ساخت. این جوانی دلیر چون شیر مبارزه برد. کیروه تمامی آن چیزهایی را که برایش عزیز بودن نیز کردن خواست. بعداً او برآمد و پدر او را دید. کیروه حتی به او رحم نکرد. او به او تنها گفت که چی نگاه میکنی؟ جسارتت میرسد تا تپانچه را کشیده به چکه کیروه گذاشته او را پرانی. اما بدان که او نه تنها این جوان را بکشت، کیروه زن و دوستان، مادر و پدری او را هم بکشت. تمام آنهایی را که او با آنها دوستی داشت و معاشرت میکرد. حتی صاحب آن دکانی را که او از آن نان میخرید، تمامی چیزهای من نامبر کرده را او در پیش چشمان این جوان اجرا کرد. این جوانی سالم را در بیمارخانه روانی خواباندند. مهمتی تو را از آنجا بیرون کرده بود. تو باشی آن جوان را از بیمارخانه روانی بیرون میاری. من باشم کیروه را به دیوانگی میرسانم و او از غم و اندوه دیوانه میشود. من تمام شب فکر کردم و قرار دادم که شما به کانادا می روید. کدومی از ما؟ تو و مادرت صفیه. برای چی؟ سبب ها بسیارند. از همه مهمش آنجا از اینجا امن‌تر است. کلیچه مرا تشکیل می کند. پدر، تو دیروز تو با ما اجازت نمیدادی که از خانه برویم. چرا در دوام 1 شب کانادا از اینجا بخوفتر گردید؟ نمیفهمم. این بهتر خواهد بود. من کارهایی دارم که باید حل و فصل کنم. وقتی که آنها را یک طرفه کردم در مدت کوتاه‌ترین پیشتان می آیم. ما کی باید برویم؟ هر چی زودتر بهتر.
سفر طولانی با هواپیما برای نرگس چگونه خواهد بود؟ دکتر با او اجازت نمیدهد. حالم خوب است. طوری خواهد شد که محمد میخواهد. تشکر. جناب بگذار همین روز قرار برارند. پیش از سفر ما اگر یگان چیزی را فهمیده توانیم پس این کار را کردن ضرور است اسد. میان قرخانلی و اصلا در کیپر چه حادثه روی داده بود؟ آنها چرا جنجال کرده بودند؟ او را میشونیم آنچه که خودمان میدانیم به نظر میگیریم و بعد میرویم. او اگر آمدن نخواهد جناب؟ قرخانلی رد نمی کند اسد. او امروز صاحب همه آن چیزی است که دارد چون که آمدن لازم بود. میدونی که اونها چند روز در اینجا میمونند؟ صبح بخیر. صبح بخیر. تو با کجا رفتی؟ دندانش سخت درد میکند برای همین گپ نمیزند. После введения жестких правил, в результате проверок на дорогах по всей Германии 100 тысяч водителей лишились прав. Сначала на месяц 200 раз могут лишить уже на полгода. Дело автоматически переносится в суд, а там ваш отказ будет рассматриваться как улика против.
такси такси آنها می آیند. ارهان من حاضر این رو میکشم اکا. گپ رو بس کن. آیا نمیبینی که با تو چخیل میزه بر؟ سوار شو. وای من نمیخواهم روم. شین میگویم تو آخر به خانه رفتنی بودی؟ نه من نمیخواهم. کجا می رویم؟ پولاد جنابی نظامیدین فکر میکند که تو در این کار دست داری. او تنها از باعثی تو با الیف یگان کاری کردن نمیخواهد. یعنی او با عروس این خیلی سخت اونس گرفته است. شاید قسماً، اما در اصل او با چشمانش دیدن میخواهد که تو در این کار شرکت داری یا نه. او حق است. ما وا میخوریم. احساس گناه بعضن به چنین حالت میرساند. من الیف را نمیبخشم. پولاد آنی که مرا با چنین آسانی قربان میکند دوستی من بوده نمیتواند. او با کدام جرأت از نظامیدین شکایت کرد و مرا به صف شاهد پیشنهاد نمود. جانان چرا الیف چنین کارها را میکند؟ من رشک کردم اکا حکمت. از که؟ وقتی که او را با آن دختر دیدم فکر کردم که من با کارها بندم و او دلخوشی میکند. الیف تو از باعث اشکت به کسی تهمت کردی. خیلی آتشین شده بودم. تو برای خودت کدام یک بازی عاشقانه فکر کرده برآورده ای؟ الیف کارت به این چی دخل دارد؟ آنها با کاری من بازی میکنن اکای حکمت. پولاد میخواهد من هیچ کاری نکنم. نظامیدین پیوسته به من تهدید میکند. جانان حیاتی او را نجات داد و اکنون از من رنجیده است. خیر چی؟ اکای حکمت من نادرست رفتار کردم. میگویی که نعمتی در بیمارخانه است. جانان از تو رنجیده است. پولاد قریب برویت توف کرده بود. نظامیدین باشد آماده است که در یک پیاله آب غرق سازد. نسرین غیب زده است. علاوه بر این دیگر یگان مرافعه نیست. شاید من سخت اشتباه کردم. تو سخت عاشق شده ای؟ کارهایت واقعاً بد هستند. آیا میدونید که یک متر این متر چه ارزشی داره؟ 40 متر. این روی مالچه نیست ابله. این متر به ما لازم نیست. ارهان بسرم نزن ارهان. مادرم هم بسرم میزن. این متاع به این هم ارزان است. اصلا نه. این متاع خیلی قیمت است. در تگی بینی هم بسیار گپ نزن. ارهان من او را میکشم. تمام. با من بار نکن میرزاد. اینجا با من از باعث تو تنگ شد. کمی پیشتر بشین. استاد اگر خواهید او را در اینجا شینانید این طرف نشستم برایتان قله خواهد. اینجا برایم راحت است. من این را میگیرم ارهان. گویا بسرم بند انداختم. میگیرم من. به این هم چهره تاثیر بخش دارم. این با من نمیزیبد.
بیا بگیر. آنگاه با تو نشان میدهم. چیکار میکنی؟ در سرت یک سوراخ ایجاد میکنم. اوهی پرتافتم. چیکار میکنی ارهان؟ نگاه دارم استاد. راحت رو دوام ده. فکر میکنی که من رو در حالت ناگوار گذاشتی؟ فکر داری که با این سفر مقدس برآمده زوری من با اینجقی های تو نمیرسد؟ فکر میکنی که من برای خوشحالی این همه رو در تن آویختم؟ با فکر من دیگر گشار یافته نمیتوانم. کی میگوید که مافیا ظالم است؟ این خنده اومارم. تو اکنون باید انتخابت رو بکنی. تو یا این گوشوار رو میآویزی و یا با سرت یک سوراخ میگیری. این نمایندگی با خود یک ادوکت میگیرد و بعد جلسه کوتاه آنها مهر میگذارند و آن را به جای ارزنده میفرستند. میبینیم که پرستاری به دستی کی میگذارد. فکر نمی کنم که جناب زیاد در این کار دخل نداره. امیدوارم تو تصدیق نمیکنی که او خودش این مرافعه را آغاز کرده است. نخواد که علمی حقوق به نتیجه ها نگاه نمی کند جناب نظامی‌دین. بانو نسرین و الیف مرافعه سعودی را آغاز کردند و در نتیجه ضیاء یلمز دستی ابراهیم را فشرد. این قابل قبول نیست. جرأت کرده تخمین میزنم که بانو نسرین بانو الیف را به تویش دعوت نکرده است، اما من باوری دارم که جناب ضیاء شما را دعوت کرده بود. باز که این را میداند؟ شما اگر قره‌خانلی محترم را در نظر داشته باشید او الحال نمیداند. ما از اجرای این میبرایم نرگس. از این هم مشکل ترها را پسی سر تو چرا در موردی واقعه های روی داده به من نمیگویی؟ هنوز بر وقت است. حالا وقت نرسیده است. این با افی علاقمند است. نه. آنها برای چی این خدشه را به صفیه دادند؟ تهدید میکنند. با تو با ما تهدید میکنند. برای همین تو میخواهی که ما بیرویم. برای شما تشویش نمیخواهم. الحال با این کار مشغولم. همش همین. محمد، آنهایی که ما را در استانبول در میانی روزی روشن و هزارها ماشین پیدا کردند تا اینکه این پیام را برسانند ما را در هر نقطه عالم یافته میتواند. من به این باور دارم. من نمیگذارم آنها به شما دست رسانند نرگس. به من امر نده که به یگان جای بیروم. ما تا افی را پیدا نکنیم به هیچ کجا نمیرویم محمد. وعده میدیم نرگس، وعده میدیم. این خیلی مهم است. نمیخواهم تو به من اعتراض کنی. میخواهم این انگشتری در دستی تو باشد. میدانم که افی یک روز بر بگردد. هرچی هم شود این انگشتری را تا برگشت و حفظ اما. این چه انگشتری است محمد؟ چی خیلی از کجا می آید؟ از جنازه می آیم. ما از خانه مود هستیم. ما یک بخوری داریم. گپ زن آخر باز. او گوید که شمشیر از خانه مود اومده است. تو نام دیگر فکر کردن نتوانستی؟ این چه نام از شمشیر؟ او با من چیه؟ رفته از پدری رحمتی هم پرد. او با من این نام را گذاشته است. همین که کار تمام شود من تو را در پهلوی پدرت میگرونم. من در آنجا فریاد میزنم و میگویم که شما راه زنید. تازه میرزاد این خیلی جدی نباش. کمی تبسم بکن تا اینکه آدمون با تو باور کنند. تازه ماشین را در توقفگاه گذارید.
ما در آن حالت نیستیم تا همدیگری را فریب دهیم. من یک شوهر داشتم، دومی بوده نمیتوانم. تو این رو میخواهی یا نه، لیکن وضع چنین است نسرین و هیچ کسی این رو تغییر داده نمیتواند. من در شب یکم تو رو میکشمت وقتی که خواب هستی. ما زن و شوهر نمیشویم نسرین. ما تنها در زیر شرطنامه امضا میگذاریم و خلاص. ما صاحبان شرکت ها نیستیم، تنها امضا گذاشته میتوانیم و خلاص. بعدی گذاشتن امضا اگر خواهی میتوانی که در پهلوی گوری شوهرت خیمه گذاری و در اینجا زندگی کنی. با من فرق ندارد. نخزکک فکر کن. ما با اصلا هیچ مشکلی نداشتیم. در کیپر هر کس وظیفه‌اش را اجرا میکرد. من با آن باور دارم که از اجرای وظیفه هایم میبرآمدم. حالت‌هایی هستند که در آنها اندیشه‌های شما اختلاف داشتند. کدام یک عملیات یا حادثه چنین هم بود؟ یاد ندارم. جناب داغو، به فکرم شما را 30 سال باز ندیدم و کارتان را حرمت میکنم. شما مرا دعوت کردید. فکر کردم که گفتگوی مهم است. فهمیدم میتوانم که مورد توجهتان چیست. گوش کن. آن روزی که اصلا مرد او با تو بود؟ بله. او با تو چی گفت؟ در این باره گفته بودم جناب داغو. من به گپ‌های به پروکورور گفته چی کار دارم؟ او در اصل به تو چی گفته بود؟ او گفت که گنج‌هایی دارد که به من تعلق دارند. حقیقت را گفته است. در درآمد ما رو تفتیش کردن. چرا بار دیگر تفتیش میکنید؟ الکه سر تا پایمون رو تفتیش کردن. ما خیر وقت کم داریم. من تو رو از کجا میشناسم؟ پس تو نیزه؟ تو شامگاهان در کجا نه به کسی مانند کردم. من هم تو رو به کسی مانند کردم. سردارتان کجاست؟ ما رو به نزدشون برید. یگان چیز بگو یا خیر باز. بیایید اکنون به کارمون شروع کنیم. خوب بخیل باشد دراز کنید. سکان صدا میبرد. بیایید کشوید. خوب از اینکه شما شنیدن نمیخواهید مجبور میشویم که همه رو کشاییم. پایم را سردی میکشم. سردی وگرنه میپرونم. آنها در خانه هم رفتیم. کودکانم حاضر فکری آنها رو نکن. سرده. رفتیم گفتم. خدا جزایش ندید. این با تو از اکای میماتی.
هایکن زود باش. ای بارو سانت. نپران این کارو نکن. تو به میمتی رحم کرده بودی. محترم قرخانلی، تو چند سال پیش به نزدم آمدی و پرسیدی که پسرت افیرا کی دزدیده است. من بعد 30 سال جواب گرفتم. گنجه که اصلا پنهان کرده بود این پسرت است. نامی او علی جندن است. طبق معلومات رسمی او در صدمه نقلاتی هلاک شده است، اما طبق معلومات ما او هنوز زنده است و تحت دیگر نام در خدمت دولت قرار دارد. یک لحظه شما درباره چی میگویید؟ من تمام تاریخ را به تو نقل میکنم. نقل کنید. این عملیات از عملیات های دولتی نیست. اصلا با سبب های شخصی، بی آگاهی و رازگی من براباتی تا آمده پسرت را دزدیده است. او یک مدت وی را در جای نامعلوم پنهان کرده است و بعد او را به معلم صباحتین داد که با تو در کیپر شناس شده بود و او وی را به یتیمخانه سپارید که در آن کار میکرد. عائله جندن او را از یتیمخانه گرفته است. پسرت را فرزندخوان کردند و او کاری کرد تا این عائله پسرت را تربیت کند و بعداً گزارش او را به سازمان مخصوص تأمین کرد. سپس در آنجا از تیاری مخصوص می‌گذرد و بعداً به خدمت شروع می‌کند و نخستین اگنت شعبه ترتیبات جمعیتی و به خطری وزارت کارهای داخلی می‌گردد. او این را به دستگیری دولت چکل توانست؟ تو اکثر زیر دولت می‌برآمدی و دولت مجبور شد که او را دستگیری کند. پسرم کجاست؟ من با شما هرچی خواهد میگم مرا رها کنید. رها میکنم. به جای رها میکنم که تو باید آنجا باشی. نه پرتایش